واسه اینه که شما یک عمر خوبی میکنی مهربونی میکنی، یه دونه کار اشتباه تو خاطر انگیز میشه، میمونه تو ذهن. من الان به نتیجه آقا همه جا نباید خوب باشم، چون اگه زیاد خوب باشم اذیت بیشتر ممکنه بشم تو دراز مدت. مثلا یه پسری که خیلی بدگایزه، جزو بچه پسر بدا، نگاه میکنی ببینی احتمال خیانتش به دختره میره، احتمال اینکه تو پارتیا پیداش کنه دختره همیشه هست، همیشه دختره توی حالت التهابی وجود داره که ممکنه این اینجوری باشه. یه خوبی اون پسر انقدر به چشم میاد که اگه شما گزارش تهیه بکنی میگین بهترین پسر دنیاست، عالیه، بی‌نظیره. اما شما بیاید سراغ این پسر بچه مثبتا، خیلی مثبتا، که اصلا از احترام لحظه اول شروع میکنن به دختره درو باز میکنن، تو رستوران میشینه، عزیزم چیزی میخوای، همه ی اصول رو رعایت میکنه. یه دونه ایراد کوچیکش ممکنه سالها بشه خاطره و بد دیده بشه. در واقع میخوام بگم یه فرمولی بگیم، اینجوری بگیم. درود بر دکتر عزیز، خیلی مخلصیم، چاکریم. امروز یکی از اپیزودهایی که خودم خیلی مشتاقشم، از قبل هیجان داشتم، یکم به تعویق افتاد ضبط کردنش و همینجا هیجان تو من مونده خیلی. آره پذیراییتون هم پیشرفت کرده گفتم. برنامه بودجه داره. آره بودجه بهش اختصاص داده. سر رقم آب و چایی. خدمتتون عرض بکنم که یکی از چیزایی که برای موفقیت ما میدونیم مهمه، ارتباط زدن با آدما و رفتار ما با آدمای دیگه است. میخوام بریم سراغ این مبحث که چطور رفتارمون رو با آدما تنظیم بکنیم، چقدر خوبی کنیم، چقدر بدی کنیم و چی جوری باشه اخلاقمون کلا. خب میاد همون خیلی سخت شروع شد دیگه. اصلا این یه بحثیه که به نظر نمیاد بشه تو یکی دو قسمت اصلا جمعش کرد و اصلا بشه راهکاری براش داد. اینکه ما چگونه رفتار کنیم و بذار مثلا برم یه دفعه یه زاویه دیگه ای رو. شما بحث موفقیت رو مطرح کردید. موفقیت رو اگه ما بگیریم فرض مثال رسیدن به هدف، اوکی، و اصلا فارغ از این که هدف خوبه یا بده، چون خوب و بد معنی نداره، خوب برای کی بد برای کی. درست شد. شما حتی یه قاتل یه هدفی داره، میگه من اگه بتونم مثلا 20 نفر رو بکشم، قاتل زنجیره‌ای، خب براش خوبه دیگه، حالش رو خوب میکنه، یه هدفی داره. شاید برای همون نیاز داشته باشه یه سری روابط بزنه، یه سری کارها، یه سری اصول موفقیت رو باید رعایت کنه تا بتونه به همون هدف برسه. پس در نهایت اینکه ما اهداف رو بیایم خوب و بد تعیین کنیم، بذاریمش کنار، فراموش کنیم. ما بیایم موفقیت رو تعریف کنیم، رسیدن به هدف فارغ از اینکه نتیجهش چیه. پس ما تبلیغ نمی‌کنیم. یکی نه بگه یعنی شما میگید به هر شکلی آدم موفق شه، نه. به نظرم بهتر بفهمن. میخوایم بگیم اون قسمت خوب و بد جریان رو ما میذاریم کنار. آره اون یه زاویه که از اخلاق واردش، نور اخلاق میتابونیم، فعلا کاری نداریم. دقیقاً. بعد میریم حالا سراغ این که ما رسیدن به موفقیت و خواسته هامون که تو زندگی هر چی، یک بخش مهمش دیگرانن. نمیشه یعنی این رو جدا کرد، یه بخش مهمیه. آیا بدون ارتباط با دیگران نمیشه موفق شد؟ چرا نمیشه موفق شد؟ در چه زمینه‌ای؟ طیف بسیار وسیعی از زمینه‌های مختلف وجود دارن که شما بدون ارتباط با دیگران میتونید توش موفق شی. موفقیت از نوع جنس ارتباط زدن با دیگران نوعش عوض میشه. یک زمینه‌های دیگه‌ایه که انگار توش رنگ ارتباط با دیگران اونجا باید بیشتر باشه. مثلا شما اگر به عنوان یک متخصص قرار باشه استخدام یک جا باشی و یک نخبه‌ای باشی که توی یه سازمانی یک کار حرفه‌ای رو انجام میدی، اصلا شاید لازم نباشه با هیچ کس صحبت بکنی. یه تخصص بسیار ویژه‌ای داری، در یک موضوع فوق‌العاده متخصص و اکسپرت هستی، جایگزین نداری، حقوق بسیار بالایی بهت میدن، یه هکری، یه برنامه‌نویس، یه چیزی هستی، توی یه سازمانی نشستی، یه گوشه کارتو می‌کنی. چند هزار دلار هم داری حقوق می‌گیری. خب درست. اینم یه نوع موفقیته. حالا مثلا ما بریم با این آدم صحبت کنیم، بگیم میشه ما رو نصیحت کنیم، بگه بخوای تو زندگی موفق شی با دیگران اصلا ارتباط نداشته باش. چون منو می‌بینی با هیچ کس ارتباط ندارم ولی چقدر موفقم. خب موفقیت توی اون بود، اون زاویه است که بر اساس ویژگی رفتاری و شخصیتی شکل گرفته. درسته. ارتباط حالا از یه طرف این ور طیف رو ببینیم، یعنی اول ببینیم یه طیف بررسی کنیم، بگیم آقا سر طیف کسیه که هیچ ارتباط با کسی نداره. سر طیف موفقا رو میخوام بررسی کنیم ما، نه بدبختا. یعنی در زمینه افرادی که بالاخره موفقن و از زندگیشون راضی‌ان، یه سر طیف کسایی که هیچ ارتباطی با هیچ کس ندارن. اینا احتمالاً شیوه زندگیشون اینجوریه. یعنی افرادی هستن که متخصص یه کارین و یه حقوق ثابت میگیرن. افرادی که ارث بهشون رسیده و اینا رو هم حذف کنیم، بذاریم کنار. چون ممکنه شما یه آدم موفقم پیدا کنی که یه ارثیه بهش رسیده داره پول اونو میگیره، خب با هیچ کس هم ارتباط نداره.
اینم جزو موفقاییه که اچیومنت یا دستاورد نداره، خودش به دست نیاورده. بریم این سر طیف رو نگاه کنیم، ته اینور آدمی که حالا خیلی ارتباط داره، یک آدم اوتگوینگ، بسیار با همه ارتباط میزنه، خوش مشربه، تو تیپ‌های شخصیتی انواع اسامی رو بهش دادن، توی مدل‌های خیلی ساده شخصیت شناسی مثل دیسک که حالا شاید اعتبار آنچنانی نداشته باشه، به آی تایپ ها معروف هستن. افرادی که گستره یا دی ها، افرادی که اونجا بهشون میگن دی، باز میگم خیلی اعتبار نداره دیسک، فقط برای اینکه بفهمیم که چه تیپ افرادی رو که اونجا دسته‌بندی میکنن میگن. دامنه ارتباطی زیادی دارن. ته این داستان هم یه سری هستن که از این طریق موفق شدن و نگاه که میکنیم میبینیم که آدم‌هایی که ارتباطات وسیع با بقیه دارن و پلنش رو بلدن که چجوری ارتباط بزنن و بالا برن، افرادی هستن که وسعت کارهاشون بزرگه. یعنی افرادی هستن که برای توسعه بیزینس ها لازمن، توسعه شرکت ها لازمن. اینا کسایی هستن که شاید شرکت های منظومه‌ای داشته باشن، چندین شرکت، هولدینگ های بزرگ. افرادی هستن که به قولی حالا لنگ نمیمونن، تو هر جایی یک کسب و کاری بخوان راه بندازن با 4 تا ارتباط درستش میکنن. بنابراین اینو میخوام بهتون بگم، وقتی به این طیف ما نگاه میکنیم یه چیزی رو متوجه میشیم، هر چقدر دوست داری کارت محدود بشه، انگار قانونه، دوست داری کارت کوچیک بشه، یه جا جمع بشه، میتونی به سمت در واقع اون حالتی بری که با کسی ارتباط نداشته باشی. جایی که دوست داری نه بزرگ شه، یعنی بیزینس هم یه ذره بزرگتر شه، کارمندان بیشتر شن، 2 تا شعبه بزنن، جهانیش کنن فلان، انگار ناگزیری از این که این ارتباطات رو بلد باشی و به هر حال دیگران جزو مهمی از این موفقیت خواهند بود. خب ببین نکته‌ای که الان وجود داره، خب ما ارتباط میزنیم، توی سیستمی وارد میشیم یا اصلا با افرادی که باشون داریم زندگی میکنیم یه ارتباطی داریم. خب من سوالم بیشتر به این سمته، چطور رفتارمون رو کنترل کنیم، چقدر خوبی کنیم، چقدر بدی کنیم در راستای اون اهدافی که داریم. حالا کاری نداریم مثلا بود اخلاقش کاری نداریم، من آقا میخوام پول در بیارم. خب الان خانواده من شاید مدل رفتارشون با من جوری که من چون هی آدم خوبی باشون بودم، مثلا من نوعی باشون خوب بودم، هی میگن آقا فلان مهمونخونه عمو بیا. آقا نمیخوام بیام، پاشو بیا. میدونی حالا اگه نیام خیلی ناراحت میشه چون من انتظار دارم. میدونی چی میخوام بگم؟ یا تو محیط کارت ازت انتظار میره به واسطه کارهایی که تو کردی و خودت اون طیف رنگی یه شکلی بود. حالا من اون شکل رو میذارم، چه واسه عزیزانی که پادکست گوش میدن، چه واسه کسایی که نسخه تصویری، من اون شکل رو میذارم، اون محوره که یه ور سیاهیه یه ور سفیدی. کجا که شما میگفتید آقا تو بهتره خیلی از جا خاکستری باشی، چون اگه مثلا من اول توضیح بدم که بعد شما مفصل حرف بزنید. مثلا من آقا اگه همیشه خونه اقوام برم، یه بار نرم چون همیشه مثلا سفید بودم، یهو میافتم تو سیاهی. خب اگه ما محور رو در نظر بگیریم وسطش صفر، اینور 10 اینور منفی 10، من اگه مثبت 8 آدم خوبی بودم میافتم یهو میرم منفی 7 منفی 8 میشم، میرم تو اون سیاهی نقطم میره اونور. من میگم چطور تنظیم بکنیم اینو در راستای موفقیت مالی. حالا الان من میخوام صرفا بگم چون برای جوون من دارم، برای خودم دارم صحبت میکنم. دقیقاً. خب سوال بسیار خوبه، سوال بسیار پیچیده‌ایه. هر رفتاری، ببین هنوز نیومده علم مشخص بکنه دقیقاً که آیا ما یه سری ژن ها داریم که مخصوص یک رفتار خاصن. مثلا در رشته خودم که ژنتیکه ما همچین ژنی نداریم، مثلا بگیم ژن مربوط به مهربانی فلانجاست، پس بعضی مهربون‌ترن، ژن مربوط به مثلا کمک کردن به دیگران جداست یا شجاعت جداست. این شکلی نیست. در واقع یک استخری از ژن ها وجود داره که کنترل میکنن بخش زیادی از رفتار رو که میتونه مشترکم بین اینا باشه. بنابراین ما در همون نمودار توزیع نرمال طیف وسیع از رفتار رو داریم و نمیتونیم بگیم که کدوم خوبه کدوم بده. به چه دلیل؟ در ژنتیک حداقل ما این اجازه رو نداریم که بیایم بگیم این بد یا اون خوب. فقط میتونیم اینو بگیم با شرایط سازگاری محیطی امروز این ویژگی رفتاری سازگاری بیشتری دارد یا ندارد. اما این رو هم میدونیم که باید این طیف وجود داشته باشه که اگر شرایط برگشت یکی باشه که اون شرایط رو داشته باشه که جمعیت ادامه پیدا بکنه. بنابراین همه نوع رفتار برای جمعیت لازمه. ولی الان ما داریم پیشنهاد میدیم، انگار میخوایم از بخش محیطی و از سهم محیطی خودمون استفاده کنیم، جسارت بکنیم به دیگرانی که یک بیسی دارن، حالا چه بیسی که ژنتیک و محیطشون بوده درکی با هم دیگه، امروز مداخلاتی رو از طریق صحبت کردن وارد رفتارشون بکنیم که اینها عامدانه رفتار خودشون رو تغییر بدن. و این تغییر عامدانه آیا در جهت اون هدف هست یا نه؟ بازم کاری نداریم اون هدف خوبه یا نه. هدفیه که اینا تعیین کردن.
آیا من در جهت اهدافی که برای خودم تعیین کردم برای بار 1000م کاری نداریم هدف خوبه یا نه، تو برای خودت تعیین کردی، آیا در جهت اون اهدافی که من برای خودم تعیین کردم این طیف رفتاری که الان من با اطرافیان خودم دارم همراهی میکنه منو تا اون هدف یا نه، یا در جهت دیگه ایه؟ اینو میخوای بپرسی دیگه. آره درسته. آره یعنی چطور نه اینکه بگیم رفتار خوب چیه، رفتار ما میگیم رفتار خوب رفتاری است که همجهت با رسیدن شما به اهدافتون باشه. آفرین. اینجوری بگیم. یعنی یه جوری باشه که آقا من مدلی برخورد باشون بکنم که اونا کمکم کنن، سنگ جلوی پای من نندازن، میدونی، یا متوجه، یعنی من انتظاراتشون رو بالا نبرم یه جایی که باید. آره ببین خب یکی از الگوهای رفتاری که من خودم تو زندگی اینو پیگیری کردم، این الگو رفتاری منه، اصلا کاری با خوب و بدش هم ندارم و کسی دوست داره پیروی بکنه یا نکنه ندارم. در واقع من اون رنگ خاکستری وسط رو که داریم میگی تو بیشتر رفتارهام انتخاب میکنم، تو بیشترشون. یعنی چی؟ در حوزه مهربانی اول آسیبش رو بگیم که خود اشاره کردی. اصلا این الگو میگم الگویی که من خودم رو طراحیش کردم و توی یکی از دوره‌ام فکر میکنم گفتمش. خب زمانی که شما بیای تو این طیف رفتاری سفید رو بگیری، یه تونالیتی از رنگ‌ها که حتما اینو میندازی رو تصویر دوستان میندازم. آره بری گوشه سفید رو برای رفتار خودت انتخاب بکنی، در دیگران یک انتظار، در دیگران، منم جزو دیگرانم، همه انسان خاصیت انسان هست، تو رو با اون تیپ رفتاری میبینن و اگه خلافش رو ببینن به دلیل اینکه سیستم اعصاب احتمالاً بیشتر درگیر میشه، چجوری بهتون بگم، تأثیر آنچنان زیادی رو مغز اونها خواهد گذاشت یه دفعه، چون اصلا تا الان همچین چیزی رو ندیدن. اینجوری بهتون بگم اگه یه لوح سفید رو شما در نظر بگیرید، یه خال سیاه روش سریع دیده میشه. یه خال سیاه روی لوح سفید دیده میشه، اون لکه رو نگاه کن بهتر و واضح‌تر دیده میشه. اما اگه یه خال سیاه ما روی دیوار توسی چرکی که کر و کثیفی داره، تمیزی دارن ببینیم، خیلی متوجه نمیشیم. مغز انسان این سنسیویتی و حساسیت رو پیدا میکنه. خب بنابراین واسه اینه که شما یک عمر خوبی میکنی، مهربونی میکنی، یه دونه کار اشتباه تو خاطر انگیز میشه، میمونه تو ذهن. یعنی شما 100 بار برای بچت کادو بخر، محبت بهش بکن، هر چی که میخواد براش انجام بده، یک بار یه رفتار بد باش بکن، تا آخر عمر اونو میگه که تو اون روز با من اون کارو کردی. با همسرت همینطوره، یعنی شما دائما خوب باش، به قولی نایس باش، همیشه آدم باحالی براش باش. یه رفتار کوچیک تو یه شکلی لکه خیلی ریزه که بده، که اصلا تو زندگی دیگه گمه، اصلا روتین داره انجام میشه، این ناگهان به چشم میاد. تو یکی از همین دوران من این مثال زدم براتون، چون خودم خانمم طرفدار این برنامه لنزم هست و گوش میکنه، میدونم که ناراحت نمیشه. یعنی کلا اینو بهش رسیدیم جفتمون، هر دو طرف. همیشه بهش میگم تو هم اگه خانم خیلی خوبی باشی، زن خیلی خوب تو همه چیزا باشی، من کوچکترین کارتو ممکنه یادم بمونه. بنابراین باید ما یک کم هتروژن‌تر رفتار بکنیم. همیشه بهش به شوخی میگم، خب من مثلا میگم این الگوی رفتاری رو چند ساله بهش رسیدم. من سالها اون مرد خیلی خوبه بودم، خب یعنی از لحظه ازدواج همه چی عالی، همه چی سعی کردم خوب باشه، بهترین کادوها، بهترین زندگی، همیشه خوب و فلان. یادم تا چند سال، تا همین سال مثلا 96 97 اینا، یه خاطره ای از دبی رو موقعی که بحثی با هم دیگه پیش اومد، میگه ولی تو همون هستی که توی دبی با هم دیگه رفتیم، تو فرودگاه که میرفتیم اون حرکت‌ها رو کردی فلان، که منم یادم نمیومد. و این بارها و بارها تو اگه یه بحثی بین ما خیلی کم بحث پیش میاد، ولی اگه مثلا 2-3 بارم در سال یه بحثی پیش میاد میگم اونو میگه. بعد خیلی برام جالب بود، بهش گفتم خب تو اصلا به فرض هم چیزی بوده که من یادم نمیاد به هر دلیلی، چیز دیگه ای جز این خاطره فرودگاه دبی یا تو اون استرسی که من بودو داشتم از هواپیما جا نمونیم و میرفتیم و اینا، چیز دیگه ای نبوده. بعد یه بار دقت کردم دیدم انقدر چیزی نبوده و انقدر به قول من اون مرد خوبه بودم که اون یه دونه مثل اون لکه است. بنابراین سعی کردم که تو زندگیم انقدر دیگه نایس نباشم. اینو عامدانه تغییر دادم. حالا برخلاف خیلی میگن که رفتار نهادی نمیشه و دیگه تغییر نمیکنه، من معتقدم که سخت تغییر میکنه ولی تغییر میکنه. به خصوص شما اگر به صورت با متاکاگنیشن و فراشناختی اگر به این جریان نگاه بکنی، اینی که امروز داریم نگاه میکنیم یه نگاه فراشناختی به جریانه. وقتی سیستم عصبی دیگران رو من بشناسم، عامدانه رفتارمو تغییر میدم. بنابراین دیگه نشدم اون مرد بدل، نه اون خیلی خیلی خوبه، یک آدم غیر قابل پیش بینی که میتونه حالا همه چیزاش پیش بره. رفتم تو اون خاکستریه، بنابراین محو شد دیگه، اون خاطره محو شد. یواش یواش خاطرات جدیدی اومد که مثلا فلانجا اینطوری شده، فلانجا تو اینجوری، خب اصلا اون پاک شد رفت. بنابراین خوبی‌ها خیلی به چشم میومد. حالا یعنی شما حسابشو بکن، حالا وسط یه جایی که سیاهه یه دفعه یه چیز سفید چقدر درخشانه. خب
خب نه اینکه بگم سیاه شدم، میگم این بازی بین سیاه و سفید رو باید بلد باشی که چیکار بکنی. خب و در نهایت میبینی اوریج عمل کردت، یعنی متوسط عمل کردت تو در مجموع اینه که امروز مثلا بری با یکی با خانم من صحبت بکنی، مصاحبه کنی، بگی فلان چه آدمیه، میگه بی‌نظیره این آدم میگه فرشته بی‌نظیره. خب به خاطر اینکه تونستی اینو تعدیل کنی. در واقع شما نمونهش هم کجاها میبینید؟ مثلا فرض بکن شما همین دختر و پسرایی رو که اگر دقت کنید تو دوستاتون میبینید، مثلا یه پسری که خیلی بدگایزه، جزو بچه پسر بدا، نگاه میکنی ببینی احتمال خیانتش به دختره میره، احتمال اینکه تو پارتیا پیداش کنه دختره همیشه هست، همیشه دختره توی حالت التهابی وجود داره که ممکنه این اینجوری باشه اینجوری باشه. یه خوبی اون پسر انقدر به چشم میاد که اگه شما گزارش تهیه بکنی میگین بهترین پسر دنیاست، عالیه، بی‌نظیره. اما شما بیاید سراغ این پسر بچه مثبتا، خیلی مثبتا، که اصلا از احترام لحظه اول شروع میکنن به دختره درو باز میکنن، تو رستوران میشینه، عزیزم چیزی میخوای، همه یه اصول رو رعایت میکنه. یه دونه ایراد کوچیکش ممکنه سالها بشه خاطره و بد دیده بشه. در واقع میخوام بگم یه فرمولی بگیم، اینجوری بگیم. من این رو دیگه خیلی میشناسم، این مثال رو برای خودم ساختم. گفتم اگه این طیفه رو ما حساب بکنیم از اینجای میز تا اینجای میز، اینجا سیاه، اینجا رو بگیریم سفید، مثل یه فنری، اون شدت رو میخوام بگم. وقتی یه فنر من اینجا داشته باشم، اینجا بکشم ولش کنم، یه کشی چیزی، اون چیزی که حالا به این فنر یه کش وصل بده پرت میشه اینجا. یه ذره بیشتر بکشم پرت میشه اینجا. بکشم این تا پرت میشه این تا. میخوام بگم اون خوبه انقدر انرژیش اینجا جمع شده که با یه حرکت تبدیل به بدترین مرد دنیا، بدترین زن دنیا میشه تو احساس اون فرد، چون همیشه اینجا بوده. ولی اون آدمی که همیشه این وسطا بوده، نه بدیهاش انقدر بدی تلقی میشه، نه خوبیهاش هم آنچنان خوبی. خب یک بازی روانیه. بنابراین این مثال رو چون من توی کارگاه تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیتم برای بچه‌ها زدم و دوستش دارم و عملیاتی دارم پیاده میکنم، اینه که راجع به بچه‌هام من فهمیدم، راجع به دو تا دخترام این مسئله رو دیدم، دیگه چیزی شادشون نمیکنه، هر نوع اسباب بازی اینا رو شاد نمیکنه، هر چی میخری، چون دیگه اینا هم تو امکانات غرقن، به قول دارن تو امکانات خفه میشن دیگه. خب با خانمم گفتم که دیدم رفتار دو تا بچه، اونا گناهی ندارن، ما تقصیر ماست که داریم اینجوری در واقع اینها رو بزرگ میکنیم. گفتم تقصیر خودمونه. وقتی هر چی میخوان میگیم آره دلمون میسوزه و اینا، خب همین اتفاق میفته. چند بار بذار از جلوی مثلا اسباب بازی فروشی رد شین، چند بار بگه من اونو میخوام، دلیل بیار، نه که نمیخرم برات، پول نداریم، نمیشه، الان بسته فلان. بذار این رفتاره نشنیدن ها هم باشه. خب و خیلی سر این جریان با خانمم صحبت کردیم و جفتمون به این قضیه رسیدیم. یعنی مثلا تو ثبت نام مدرسه‌شون نرفتیم بهترین تاپ ترین مدرسه رو که داشتیم این کارو می‌کردیم. مثلا دختر من که کلاس اول داره میره، بهترین مدرسه تهران رو من تارگت کرده بودم به لحاظ امکانات، چندین زبان، ورزش، همه چی بهترین تهران. رفتیم تو لحظه ثبت نامم به خانم گفتم که کار اشتباهی ما داریم می‌کنیم. بسیار کار اشتباه. نمیگم بره مدرسه دولتی، خب بره یه مدرسه خصوصی، ولی نه دیگه در اون حد خوب. این آینده این بچه رو خراب میکنه اگه این کارو بکنیم. به هر حال ما داریم این روشا رو اصلاح میکنیم، اما تأثیرات عجیب غریبش رو من دارم امروز میبینم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، دختر من مرتب میاد به من میگه الان 3 روزه یه کفشی رو برای پاتیناژش انتخاب کرده، رفتیم تو مغازه، گفتم پول ندارم، فردا شاید پوله بیاد. همش هم تو عدم قطعیت دارم میذارمش، نمیگم 3 روز دیگه. بعد پریروز اومد گفت پول اومد به حسابت، گفتم نه هنوز نیومده. گفت کی میاد؟ گفتم شاید 1 ساعت دیگه بیاد. 1 ساعت بعد میگه پول اومد به حسابت، میگم نه شاید حالا فردا بیاد، فعلا که نیومد. 3 روز شده تا همین الان اومده میگه که الان پول داری و اومد به حسابت. گفتم نه نشد، مثلا اینکه دیگه نمیگم 1 ساعت بعد، میگم حالا احتمالاً 1 هفته دیگه. میدونه 1 هفته چقدر طول میکشه، الان زد به پیشونیش پایین، وا 1 هفته شد. از 1 ساعت میکشمش به 1 هفته. یعنی ببین هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. اینجوری نیست که دیگه ما رد شیم بگیم بله که اون زمان قدر این کفشه رو بدونه. هم بحث قدر کفشه است، هم بحث قدر زندگیه، هم بحث تحمل خیلی از اتفاقایی که ممکنه بیفته. شاید من صبح خوابیدم دیگه بلند نشدم، سکته تو جوونا هست دیگه، آقا منم جوونم، شاید سکته کردم بلند نشدم، این بی پدر شد. خب من چجوری باید اینو بسازمش؟ حداقل الانی که فکر میکنم شاید مثلا 2-3 سال دیگه این اتفاق برام بیفته، تا فرصت دارم این رو در یه شرایط عدم قطعیتی بزرگ بکنم. این بچه‌ها رو هواشون رو دارم، ولی هر امکانی هم امکان داره بیفته هر اتفاقی. نمونهش دختر کوچیکی خود من که تا نق میزد تو ماشین آب معدنی میخوام درجا میخریدیم،
کیک میخوام درجا، هر چی میخواست درجا. چند وقت پیش از خود تهران پارس تا غرب تهران توی ترافیک، توی گرما زار زد پشت ماشین آب معدنی، میخوام تشنمه. من میدونم که خب این آدم نمیمیره که، بعد هیچ بچه‌ای تا حالا تو تاریخ نشده بگن 1 ساعت تو ترافیک در اثر تشنگی مرد. اما گفتم نمیشه. میبینی که بزنیم رو ترمز نمیشه، بذار احساس تشنگی رو بکنه. تشنگیش اونقدر زیاد نبود ولی یاد گرفته بود نق بزنه. رسیدیم خونه اون آب بیشتر بهش چسبید و خیلی چیزهای دیگه. یا مثلا فرض کن توی غذا خوردن بچه که الان تو خونه یه چالشی داریم، مثلا اینا نمیخورن، از خانم منم آدم اصرار کن، یعنی تا لقمه رو تو دست بچه به انواع روش‌های بازی کردن، کلک زدن، هواپیما داره میاد، بدو برو بیا فلان، چشاتو ببند، چشاتو باز کن، به هر روشی میخواد ناهاره رو بده. ما تقریبا 3 ماه پیش به این نتیجه رسیدیم که ما با این کار داریم یه کاری میکنیم بچه از غذا خوردن هم حالش به هم میخوره و مزه و قدر این غذا رو نمیدونه. یاد گذشته خودمون میافتیم. من تو زندگی ثروتمندی بزرگ نشدیم، ما اینطوری نبود، زندگی معمولی رو به پایین ما داشتیم، هر چی دلمون میخواد توی یخچال باشه خبری نبود که. به ما زیاد اصرار نمیکردن، وقت ناهاره بیا. یادمه ما فوتبال بازی نمیکردیم بیرون، یا دیر میرسیدیم نهار تموم شد، خود سهم من کو یکی دیگه خورد، بابات گشنش بود خورد، تموم شد، نداری. تا شب گرسنم میشد. من یادم بعضی وقتا با پسرم و اینا میرفتیم نون از توی جانونی، ما جانونی بود، پیدا میکردیم، میرفتیم توی یخچال ربمو پیدا میکردیم، میمالیم روش، میذاشیم روی گاز. خب انقدر این نون و رب داغ شده روی بخاری به ما میچسبید که چلو کباب نمیچسبید. وقتی گرسنه میشی این اتفاق میفته. ما الان داریم این کارو میکنیم، دارن کارتون میبینن میگیم بیا نهار، نمیان، باش نه تموم. خیلی برای خانمم سخت بود انجام این کار، خیلی براش سخت بود. حساب کن بچت گشنه شه بهش بگی غذا ندارم، خیلی برای یه مادر درده. خب ولی چند باری شد که یه دفعه بالاخره ساعت 12 ظهر بعد میخورد، هیچ 6 غروب دیگه احساس گرسنگی میکنه، بچه میاد غذا نداریم، با ولع گرسنگی التماس میکنه، این دفعه میگه من غذا میخوام، میری دم یخچال هر چی بذاری میخوره. و وقتی که میخوره چون که تو گرسنگی خورده مزه اون خیلی براش خوشمزه میاد، تو حافظش میمونه این غذا غذای خوبیه. واسه این ما خودمون بهونه‌گیر نبودیم. امکان نداره توی خانواده ما یکی بگه من از یه غذایی بدم میاد، اصلا ما همچین چیزی نداریم، غذا بدم میاد ما نداریم. میدونی ما همیشه تو حالت گرسنگی رفتیم یه غذایی رو خوردیم بهمون چسبیده، خاطره خوب داریم. بعضی وقتا میخوایم رنکینگ کنیم غذا رو نمیدونیم، میگیم قرمه سبزی خوبه، اون خوبه، مرغ خوبه، همش خوبه. میدونی؟ آره اینو خودمون رسیدیم، ما خیلی نشستیم با خانمم حرف زدیم، بررسی کردیم، دیدیم که اون جاهایی که فراوونی خیلی زیاده، سر موقع غذا رو تو خرخرت میخوام بکنن، اون موقع همه غذا چشتون میفته. ممکنه بگی من یه غذا خاصی رو دوست دارم اینو نمیخورم. الان یه مدت میگم بچه‌ها اینجوری بودن، میومدن حتی سر غذا مینشستن، نمیخوام مرغ، نمیخوام گوشت، نمیخوام کباب تابعی، نمیخوام. کباب تابعی نمیخوای؟ آمار مصرف گوشت توی سرانه گوشت تو ایران رسیده به نفری 700 گرم، خانواده اینا 2-3 کیلوگرم. بعد تو به راحتی میگی من کباب تابعی نمیخوام، گوشت نمیخوام، کباب نمیخوام، اینو نمیخوام. علت فراوانی زیاد. و خب پس در واقع ما داریم یه کاری میکنیم، ما پدر مادرها به نوعی اگه آگاهانه این رو بدونیم و باز ادامه بدیم، داریم در حق بچه‌ها خیانت میکنیم. چرا؟ داریم لذت بردن از زندگی رو از بچه‌ها میگیریم با این کارامون. ما اجازه نمیدیم اونا لذت ببرن. گرفتی؟ پس من به عنوان یه هنرمند باید یه کاری کنم بچه‌م لذت از زندگی ببره. و لذت بردن پشتش دردی هست و اون درد باعث لذت میشه که بحث ترید حال خوبه، از خوردن آبم دیگه باید لذت ببره. حالا چی گفتیم به اینجا رسید؟ ما بحث کنترل رفتار و اینا بودیم و اومدیم تو بحث این که با بچه‌ها حالا چطور برخورد کنیم. حالا با سوتو بالا شما توضیح بده که توی مثال‌ها. یک بار من یادمه که توی سخنرانی تلستای دکتر مکری یه چیزی شبیه به این رو اشاره کرد. خب من فکر می‌کنم همونجا تو اون جلسه چند نفری یه ذره تو گارد رفته بودن که یعنی چی اینا، ولی درسته، یعنی من اینو خودم هم بهش رسیده بودم که به نظرم درسته. یه مثال خوبی هم زد، مثال که نگرفتم، گفت یه همچین آزمایش صورت گرفته بوده، گفت مثلا میرن مصاحبه میکنن با اونی که شوهرش خلافکاره، مثلا شما میرید تو جنوب شهر، طرف 3 بار زندان افتاده و همین الان به خاطر مواد گرفتنش میزنن تو زندان یارو رو. خونه هم اومده یه آدمی بوده که سر و صدا میکرده فلان، نه اینقدر ناهنجار که هر روز بچه‌ها رو بگیره به سلابه بکشه، نه اینقدر مهربون. از اونایی بوده که مثلا فرض کن بچه یه حرف میزنه، یه چکم تو گوش بچه مثلا بزنه و زنرم کتکی یه دستش به کتک زنم رفته. خب اما صحبت سر اینه که وقتی میرن با این فرد صحبت میکنم میگن نظرتون راجع به آقاتون چیه، میگه که خدا سایه‌اش رو سرمون نگه داره، آقامون گل بی‌نظیره. حالا این مرد یه هندونه بگیره شب بیاد خونه، اصلا اینا رو جمع کنه با هم برن پارک، چه لذتی برای اون خانواده، لحظات شادی بابا. بعد چه دست و پایی برای این بابای میزنن. فرض کنید بابای فوت بشه،
نگاه کنیم مثلا چه عزاداریای شدیدی، بعد نگاه میکنیم بابا این پدره همچینم از دید تو. اینو من داشتم یعنی توی فامیل نزدیک خودم دیدیم بابا این پدری که من دارم میبینم یه آدمی بوده که همچین آدم موجهی تو جامعه امروز نبوده، 10 دفعه من میدونم شما رو کتک میزده. چجوری سر عزاداری این از ذهن شما نمیره؟ 40-50 روزه که دارید عزاداری میکنید، سال آینده خیرات، هنوز تو فکرشین. بابامون عکسشو زدیم به دیوار، اما آدم دیکتاتوری هم بوده، کتکشون هم میزده. ولی موضوع اینه که اون بحث تنظیم است. اون خاطرات خوب به چشم اینا زیاد میومده، خیلی مهربون بود. یادت یه روز هندونه خرید آورد، یادت یه روز برات تو دوچرخه رو رفت بازار، به هر سختی بود اومد برات گرفت. بهترین پدر جهان بود. انتظارات آورده پایین که هر چیزی خیلی بالا دیده میشه. یعنی نه اینکه بگم اون آدم آمدانه این کارو کرده، سطحش پایین بوده، اصلا سطح مالیش پایین بوده این آدم. خب مثلا واقعا برای خرید یه دوچرخه زور زده تا این دوچرخه رو برای این بچه خریده. پدر خود من خب یه همچین شخصیتی بود، واسه حالا مهربون بود، جزء پدر مهربونا بود، ولی آدمی بودش که ما ازش میترسیدیم. ما اگه یه کار خلافی هم مثلا میکردیم، احساس این که این بفهمه برای ما اصلا معادل دار زدن بود، مرگ بود. اینجوری مهربون بود، بسیار مهربون. اما اینکه تو یه تخلفی بکنی، و جالب اینجاست ما اون روی پدر ما ندیدیم هیچ وقت، ولی از توهم یه همچین رویی هیچ وقت هم خلافی رو نکردیم. اگر یه خلافی کردیم یه جایی، همیشه ترس اینو داشتیم که نکنه بفهمه. اگه بفهمه چی میشه؟ اون رو ما ندیدیم. میخوام بگم یه همچین جذبه‌ای رو داشت. امروز به من میگن از خاطرات پدرت بگو، فقط اون صحنه‌ای یادم میاد که رفتیم با هم دیگه اون دوچرخه رو برام خرید، چقدر خوب بود. رفتیم پلی استیشن برام خرید، 3-4 تا چیز خریده برای من، شده نقاط عطف زندگی من این آدم. بنابراین اون نقش خوبیه. یا اگه صحنه بدی هم تو ذهنتون بود، مثلا کتک، حالا ما بحث تربیتی اینو بحث پیچیده دیگه، حالا داریم میدونن دوستان که این گپ داریم زوایای مختلف. آره بعد یه تیکه رو جدا نکنید، این تیکه ای نیست، این پادکست باید کلش رو گوش کنید. داریم یه مفاهیم دیگه انتقال میدیم. بعد اگرم کتک مثلا زد و اون خاطره کتک تو ذهنتون بود، اگر کتک نمیزد بر رفتارش خوب بود، اون خاطره تو ذهنت بود که مثلا چه میدونم گفتش که با امروز پارک نریم، یه خاطره بد در هر صورت تو ذهنت قرار بود باشه، درسته؟ حالا یا کتک یا پارک نریم، ولی اون تو پارک نریم باعث میشه لذت‌های بالاتر رو نبری شاید. آفرین. حالا ببین ما داریم رفتار انسان رو میگیم، نمیخوام تایید کنیم کتک زدن خوبه یا بد، میخوام مغز رو بشناسیم. خب ما مثلا یه ناظمی داشتیم، برج زهرمار بود، ما لبخند این آدمو ندیده بودیم. خب کتکمون میزد، وقتی میرسیدیم دیر میرسیدیم دستا رو میگرفت اینجوری با شلنگ میزدن کف دستمون مثلا تو سرما. یا اصلا این آدم یک برج زهرمار اسمش میومد تنمون میلرزید. آقای خراسانی هم بود اسمش، حالا یادم اومد. ببین من دارم بهتون میگم که دیکتاتور به تمام معنا، یعنی من شاید میتونم کاملا بفهمم که مردم از کالیگولا چقدر میترسیدن تو زمان روم و یونان. خب ما تو مدرسه همچین ترسی از این آدم داشتیم، خب به شدت خشن، در حدی بود که یه قانونی داشت این آقای خراسانی، میگفتش که وقتی که 2 بار زدم رو میز یا گفتم استوب، در هر وضعیتی که هستید باید استوب بمونید. خب یعنی مثلا من دارم این کارو تو مدرسه ایجاد میکرد، تو زنگ تفریح حساب کنید 800 نفر آدم تو حیاط، خب یه دفعه میگم استوب. ببین یکی مثلا من داشتم شما رو میزدم یقتو، اینجوری میموند. ببین یه چیزی من بهت بگم، وقتی که همم استوب میزدن کوچیک‌ترین حرکتی تو مدرسه دیگه دیده میشد وقتی همه وای ایستادن، یعنی تو نوک اینجا تو میخاروندی دیده میشد. ساعت برنارد داشت. آفرین. شاید مثلا بعضی میگفتن که خب آقا تو داشتی اینو میزدی، گفت استوب سری دستاتو اینجوری کن دیگه. نه نمیشه، فرصت نبود، به قدر سری میدید که تو نمیتونستی تکون بخوری. بعد میومد تو مدرسه قدم میزد، اینجوری نگاه میکرد ببین کیا تو چه وضعیتی ان، دارن چیکار میکنن. همونجا میگرفت کبود میکرد یارو رو. یه گروه 5 نفرم با خودش می آوردن، این بچه‌ها نوچه‌هاش بودن از خودمون بزرگ، بچه‌های مثلا مبصر کلاس‌ها و اینا که جثه بزرگتر داشتن، به اونها هم میگفت که شما هم چک کنید که کی تکون میخوره. اونها هم سری میگفتن فلان تکون خورد. میگم یه همچین دیکتاتوری داشت. خب خودش معلمم بود، یعنی هم ناظم بود هم معلم بود. معلم کلاس 4 بود. اسم معلم ما آقای حسینی بود، این آقای خراسانی بود کلاس بغل ما. همیشه میگفتیم چه خوبه که این معلم ما نشده. یعنی از اینکه شانس آوردیم بین 4 تا کد مثلا مدرسه، آقای سنگینیان بود یکیش، خدمه فامیلیاشون هم یادمه، چه شانسی آوردیم که این معلم ما نشده، ما به این کد نخوردیم. من یه بار می‌خواستم گچ بگیرم یا تخته پاکن قرض بگیرم، اومدم نمیدونستم کلاس اینه، در زدم گفتم که من تخته پاکن میخوام، تای کلاس نشسته بود و دیدم بچه‌ها همه دارن صحبت میکنن با هم دیگه ولوله و اینا. بعد یکی از تای کلاس گفت بیا داخل ببینم چیه. یه دفعه اومدم دیدم رنگمو باختم. بعد
گفتش که چی میخوای؟ گفتم تخت خوابم. گفت استاپ. سر کلاس همه اینجوری این مجسمه وایسادن. بعد من گفت بیا جلو میرم. یعنی من خیس کرده بودم خودمو. خب بعد گفت تخت خواب بردار و برو. بعد یه لبخند اینجا زد. اینجوری لبخند زد. گفت تخت خواب. اصلا این لبخنده این انقدر به دل من نشست. آقا معلم خودمون حالا مثلا جوک بود، دلایل بود تو کلاس، اصلا نگاش نمی. این یه لبخنده این به نظر من خیلی مهربون بود. بعد منو دید یه بارم تو سالن داشتم رد می‌شدم، دست سرم کشید گفت کلاس اول بچه خوشگلم بودم. خب یه دستی کشید سرم گفتش که کجا میری؟ کلاس کی هستی؟ گفتم کلاس فلانی ام. گفت آفرین، درست چطوریه فلان. یه گپی زدیم. آقا این گپ کوتاه این به نظر من این فرشته مهربانی بود. اصلا برای من تمام اون خاطرات بعدش پاک شده بود که یادتونم موند. آره 500 تا آدم دست به سر کشیدن حرف زدن. آره ولی این مهربونی این تو این لحظه به چشم من زیاد اومد. الان باز دقت کنید، ما نمیگیم انقدر بد بشین که کوچکترین خوبیات. میخوام بگم مغزها چجوری کار میکنن، مغز انسان‌ها چجوری کار میکنه. توی اون لکه سیاه اون سفیدی برای من درخشان مونده. الان اگه به من بگی از بدیای آقای خراسانی بگو، از خشونتاش انقدر زیاد بود من نمیدونم کدومو بگم. 3-4 تا دونه نام میبرم. به من بگی از خوبیاش بگو، اون خوبیا تو ذهنم مونده یه دونه. یعنی بگم 30% انگار تو ذهن من این آدم خوبه، 70% اون سیاهی‌ها مونده، در حالی که 1000 به 1 بوده. خب ولی میخوام بگم که این یه دفعه تونست مثل اون فنره است. در واقع این انقدر کشیده بود اینجا اینور وایساده بود. برعکس حالا کوچکترین خوبیش پرتاب شد که مثلا من تو اون روز فکر می‌کردم یکی از بهترین آدماست. ما یه سری اینفلوئنسر هم داریم، حالا یه سری بنده خدا طرفدار دارن کاری ندارم، ولی بخوام کلی مطرح کنم باز گارد نگیر. مثلا تتلو حالا فوش بده هر حرکتی زده، یه مثلا من طرفدار حیواناتم، مثلا طرفدار حیوان باری کلا همین دیگه تو طیف وسیع از رفتارها. اتفاقا همین مثالی هم که زدیم راجع به تتلو میگیم که آقا اومده خودشو یه آدمی نشون داده، من فوش میدم، من مثلا بی‌بند و بارم همه چیز و فلان. حالا یه روزی مثلا تتلو بیاد کتاب مثلا Thinking Fast Thinking Slow مثلا چیزو معرفی کنه، باز کنه و بگه دوستان یه مطلبی تو این کتاب من خوندم فلان، 2-3 مرتبه راجع به کتاب حرف بزنه، مردم اینو پرتاب میکنن تو قسمت ته خردمندا. خب یعنی وقتی راجع بهش صحبت بشه اینجوری میکنن، میگن اینجوریشو نگاه نکن، خیلی میفهمه، خیلی میفهمه، به خاطر اینکه تو همچین انتظاری ازش نداری، چون استاندارد پایین بود. آره وقتی که یه ذره میره بالاتر تو این یه ذره به چش دیگه خیلی میاد. میگن اینجوریشو نگاه نکن، دانشمندیه برای خودش. کافیه در حد چند تا جمله مثلا راجع به این چیزا بگه. و برعکس اگه یه روزی یه آدمی که ما به عنوان خردمند میشناسیمش و همه چیزشو نایس به ما نشون داده، مرتب با دیسیپلین، همه چی سر جاش، شمرده حرف میزنه، فوق العاده آدمه با علم، اصلا ما دیگه احساس میکنیم این آدم دیگه ته همه خوبی‌های عالمه، تو ذهن ما اینو نقش بسته. یه روزی کوچکترین سوتی یه جا بده، به دلیل این فنره حالا اونوری جمع شده یهو پرتاب میشه و ای بابا مثلا اینم که انگار منتظرن همش تا خیلی هم همه چیز نایس باشه انگار مردم منتظرن ازت ایراد بگیرن، منتظرن یه کار کوچیک، حالا شاید منتظرن یه کار کوچیک دیده میشه تو دیوار سفید اون خال دیده میشه و پرت میشی به واسطه‌اش، یعنی یهو اونور پرت میشی. حالا یه چیزی این قسمت خیلی قشنگ بود گفتی، اگه یه دیوار سیاه باشه من یه تیکه سفیدی توش ببینم یا سفید باشه یه تیکه سیاه ببینم، میفهمم که آقا روی دیوار سفید اون یه تیکه سیاهه، چون بقیه‌شو دارم میبینم، میگم اون یه تیکه رو پاک کنید. اما انسان چون دوست داره دسته‌بندی کنه و بکنه توی یک کاتگوری، به محض اینکه یه سیاهی میبینه میگه بابا این همش سیاه بوده. ما اونجوری فکر سوگیری هست که میگه خاکستری وجود نداره، یا سیاه یا سفید. برای من میگه این کلا اینطوری بوده، مثلا ما زیادی گندش کرده بودیم. این چون نمیتونه پس این سیاهی چیه این وسط، نمیتونه، مجبور پرتش کنه، چون خاکستری رو درک نمیکنه، توسی رو درک نمیکنه، باید زود انتخاب بکنه، باید بگه که این چیزی که الان دیدی رو از ذهنت پاک کن، بذارش تو همین گروه یا نه بذار بگو اصلا اصالتا به اون گروه تعلق داشته، خودشو اینوری نشون میداده به ما. ببین چی میگم دقیقاً. به عنوان مثلا من بیام هر روز از چیز بگم، تربیت فرزند و محبت به زن بگم، سر زنتون داد نزنین، زنها مورد احتیاج، دست زنان رو هر روز ببوسین، دست همسرتون، من روزانه 100 بار دست همسرمو میبوسم فلان میکنم فلان، کوچکترین چیزی. حالا یه روز واقعا هم دارم این کارا رو فرض کن میکنم، واقعا هم دارم این کارا رو میکنم، یعنی اینطوریم. یه روزی دوربین بازه، من دارم لایو میذارم، فکر میکنم دوربین قطعه، به خانمم میگم در ببند دیگه، همین. میگن همه آنچه که گفته بود دروغ بود، پرت میشم به ته. پرت میشم اونور.
اصلا یه آدمیه که دیگه اون ذهنا میگه مثلا اوناست که هر روز آزار میده، مثلا زنش آویزون میکنه، سیخ داغ مثلا میزنه اینجوری. در اون حد میگن که این مثلا دیگه داره چیز میکنه، این کلا فیلم بازی میکرده و اتفاقا این متعلق به اون بره طیفه، یعنی ته داستان اون بره. در صورتی که وسط باشه، مثلا حالا شما که کار نمیکنه ولی مثلا برفرض یه نفر بیاد آقا این وسط حالا چند بارم دادشو طرف دیده باشه، حالا با اطرافیان دیگه میخواد همینه دیگه، یه موقع قاطی میکنه یه موقع خوشحاله دیگه، پرتت نمیکنه. چون از ادب بگی آفرین، مثلا بیا از ادب بگم، دوستان سعی بکنید کلمات بجا به کار ببرید. از گفتن کلمات به هر حال شما تحصیل کرده این، همیشه مبادی آداب صحبت بکنید، به دیگران اهانتی نکنید، کلمات رو سنجیده و مثلا فلان به کار ببرید یا اینا. بعد یه روز همینجوری دوربین بازه یا یه جایی مثلا یکی از من یه چیز میبینه، به مثلا رفیقم میگه بابا جمع کن خودت، زرزر نکن، این دیگه زرزر، پس این یه آدمیه. ولی اگر من نه، اگر دقت بکنید من خودم توی لایوام توی پیجام و اینا یه آدمی هستم که نشون ندادم آره چون منی که اومدم مثلا پی اچ دی ژنتیک خوندم، اون ذهنیتی که مردم از افراد درس خوندارن رو سعی نکردم باشه، تتلوبارم عمل نکردم. خب اون چیزی که بودم من همونی هم که هستم، دقیقاً همونه. یه ذره شاید این که مثلا اگر یه سری اصطلاحات رو دوستان به کار ببریم دیگه مثلا خیلی چیز باشه توی دوربین نمیگم، ولی اینم گفتم حتی کدوم دوستان من اینجوری نگاه نکنید، ما بین دوستامون شوخی پسرونه زیاد داریم، هر نوع الفاظی هم ممکنه به کار ببریم، من اینو بدونید. خب اینجا من یه استانداردی رو توی ذهن اون طرف میذارم که فردا روزی پرتاب نشم به این سر اون سر نمودارا. آفرین. میدونی؟ یا مثلا فرض بکن افشاگری راجع به یک مسئله رو مثلا من ممکنه خیلی راحت انجام بدم. آقا من بچه درس نخون بودم، من بچه‌ای بودم که شهر بودم، من بچه شهر بودم، اینا رو گفتم واقعیت داره، این واقعیت چرا نگم، بچه پیروزی تهران، بچه شهری بودم من. آره تو محلمون اینجوری بود، منم اینطوری بودم، این ویژگی دعواگر بودم، آره واقعا بودم تو اون سنین. دوران لیسانسم 3 یا 4 ترم مشروط شدم، نمیدونم شایدم 5 بوده اصلا، یا زیر 3 بار نبوده که من مشروط شدم دوران لیسانس. خب اگر من نیام این استاندارد رو تو ذهن مردم نگم، این واقعیتو هی بیام مردم ساینس یعنی فلان، شب و روز درس بخونید، ادای بچه درس خونا رو در بیارم، یه جا که دوربین روشن باشه اون زمان یه جا پرونده من در میاد، یه دفعه از دوران لیسانس میگن این کارنامه‌اش بوده، نگاه کنید در اومد، این که داره اینجوری میگه. حالا شاید واقعا تو اون لحظه اعتقادم به دانش و علم همون بوده باشه، ذهن مردم منو پرت میکنه این طرف. پس بنابراین یکی به نل بزن، یکی به چیز میگن، چی میگن بزن. خب یه ذره مسئله داره، یا با پیش بکشه، با از پس بزنی، با پا پیش میکشی، دل دیوونه رو با آتیش میکشی. خب این در واقع باید وجود داشته باشه تو کنترل افراد. گاهی تو باید نه رو بگی، گاهی به خانمت باید نه بگی، گاهی با چه استانداردی. الان من میخوام یه مکانیزمی در بیارم، بگم آقا چطوری، یعنی چطور ما بدونیم طرف تو چه حدیه، من چقدر جلوش سیاهم، چقدر جلوش سفیدم، چجوری من بفهمم حدشو، میدونی؟ من با رفتار با آدما قبلش من یه چیزی بگم قبل توضیح بدم. کلا اصلا آقا من کاراکترم آدم خوب، مثلا من نوعی، خب باید آقا دیگه میدونی که این خطر وجود داره، خیلی هم خوب باشه حواست باشه. من الان به نچیزم آقا همه جا نباید خوب باشم، شاید میدونی، باز نمیتونم قطعی بگم. من اصلا خوب اینه که همه جا خوب نباشه. آره خوب اینه، خوب به طبق هدف من اینه، چون اگه زیاد خوب باشم اذیت بیشتر ممکنه بشم تو دراز مدت، دیگران هم بیشتر اذیت میکنه. آره دیگران هم بیشتر لذت رو نمیدی. آره دیگه دقیقاً. فرض من نچیزی که چون ما خیلی اوقات ما تو خانواده داریم، مثلا طرف بچه مثلا بین پدر مادر بین بچه‌ها فرق میذارن، مثلا بچه مثلا یه بچه خیلی خوبه، پدر مادرش خیلی خوبی میکنه، یه بچه دیگه بعد یه خوبی میکنه، پدر مادر دیده میشه جلوش، حالا همه منابع رو پدر مادر به اون بچه میدن. ببین میدونید اینا زیاد دیدیم دیگه. خب یا تو یک جایی داری کار میکنی یا هر جا، خب وقتی من نوعی رو میبینم آقا این تصمیم میگیرم که پس همه جا نباید خوب باشم، اگر خوب بودم همه جا نباید باشم، باید بلد باشم بالانس کنم اینو برای اهدافم. خب میخوام بگم آقا با چه مکانیزمی میشه این کارو کرد؟ من کجا ببینم کدوم آستانم دارم سفید میشم جلو این شخص یا دارم سیاه میشم که بتونم اینو رعایت بکنم؟ آره خب سخته، چون بعضی وقتا ما خطا داریم، ذهنمون اصلا خطا داره، یعنی فکر میکنیم انقدر خوبیم. اینم هست دیگه. یعنی در عمل اگه یکی از ناظر بیرونی بیاد ببینه میگه با تو همون سیاهی یا همون توسیه، چرا فکر میکنی الان ته سفیدی؟ چون ذهن ما همیشه فکر میکنه که ما اون بهترینه بودیم دیگه، خیلی خوب بودیم. واسه این فکر کردن به رفتارها و ثبت وقایع، حالا به صورت نوشتاری یا هر چیزی،
یه ذره کمک میکنه به این جریان. یعنی من به هر رفتارم در طول روز با دیگران، با اشخاصی که مهمن برام، تو نزدیکانم مهمن، به این رفتارا فکر بکنم. همونی که میگفتیم name it to tame it. درسته. خب من بتونم اسم گذاری بکنم برای کارهایی که دارم میکنم، تک تک رفتارام رو بشناسم، اینجا اینجوری شد اینجوری شد، یه برآورد کلی از خودم نداشته باشم. یه مدت کوتاه، نه حالا خیلی زیاد. کاری که مثلا من میکنم اینه که به تک تک من یه مدت مینوشتم، تو گوشیم الان هست، اینجا این کارو کردم، این شد این شد این شد، ثبت میکردم. الان انقدر خوبی کردم مثلا به فلان فرد، انقدر خوبیه، حالا دیگه باید یه پایین نه که بنویسم چه خوبیایی رو کردم، ولی کردم بین صحبتاشون داداش، خواهر، فلان، این الان اینو به من گفت، من نوشتم که یادم نره، نه که کینه کنم، نه مینویسم که ببینم که چه اتفاقی افتاده، که آره، نه که بگم اهانت یا اعتراض یا هر چیزی. نه متوجهم. مثلا چرا فلان چیزو مثلا براش خریدم انقدر خوشحال نشد. آفرین. و یواش یواش من به یه چیزی رسیدم، به افرادی که بیش از خیلی من محبت کردم تو اطرافیانم، خواهر، برادر، مادر، همسر، اینا، کسایی که تعداد دفعاتشون بیشتر بوده کمتر کار منو دارن میبینن تا اون پایین طیفیا. مثلا یکی از خواهرای من خیلی چیزه، هیچی نمیخواد، هیچی ازت نمیخواد این آدم، کلا نمیدونم، حالا مدلش مثلا یه حجب و حیای خاص خودشو داره، فلان، یه عزت نفسی داره، نمیدونم چه، حتی میفته به بی پولی بهت نمیگه من پول لازم دارم، به مایی که داداششیم مثلا نمیگه. این از اول اینجوری بوده. اون یکی یه ذره راحت تره، مثلا داداش پول ندارم پول میدی، به ترتیب اینطورین. ولی من دقت کردم که شاید کمترین کارو برای این کرده باشم، ولی اگه یه وقت یه کاری کردم، تعداد دفعاتی که این از من تشکر میکنه، هر بار یادآوری میکنه، ممنون که فلان، میگم با چیزی نبوده که مثلا من برای تو 2 بار مثلا کلا یه حرکتی کردم امسال، یا 1 بار، ولی ببین واکنشا رو، ولی برای فلانی مثلا هر روز دارم انجام میدم. عادی شده دیگه. حالا تازه یه ذره کمتر بشه. آره، من از واکنشو متوجه، از واکنش طرف متوجه میشی. حالا بازم حدود بازم دقیق نیست، ولی حدوداً متوجه میشی کدوم طرف طیفی، زیاد سفیدی زیاد سفید. اگه زیاد سفید بودی دیگه باید قطع کنی که دیگه باز زیادتر سفید نشی که بازی کارش رو. مثلا حالا اصلا یه آدم، مثلا به خانواده‌ام کاری ندارم، یه آدمی رو هی داری بهش حال میدی، حد میاد مثلا هر روز خونت دعوتش میکنی فلان فلان فلان، دیگه اون میبینی اون تشکر و چیزا رو داره نمیکنه، متوجه میشه تو رفتار مثل اول نیست، میفهمی که دیگه سفید شدی. آفرین. و اینو بهت بگم، اینجا بحث این نیستش که از اون تشکر نمیکنی، این خودخواهی ما نیست، نه. این خراب شدن یه رابطه‌ای رو داره خبر میده. آفرین. تو ممکنه بعداً رابطه رو خراب کنی، چون با یه کار کوچولوت ممکنه نابود بشه، اصلا تو میخوای حفظ کنی رابطه رو. آره، تو میخوای حفظ کنی. حالا اوکی، ما به اون نقطه رسیدیم، فهمیدیم چه اتفاقی افتاد، یکی رو بهش خیلی حال دادیم، هر چیزی دیگه مثل قبل نیست، الان سفید شدیم، چیکار کنیم؟ خاکستری یا پرت نشیم سیاه؟ من روانشناس نیستم که الان بخوام یه راهکاری بدم. نه، تزتون رو تجربه شخصی خودم اینه که باید خیلی کوچولو با جرأت شروع کنی، خیلی باید جرأت داشته باشی و واقعا سخته. مثل اینکه میگه هی به من گفتن امید بیا بریم فلان جای، گفتم چشم، نتونستم نه بگم. اون نه بسیار سخته. خب یه بار باید با قدرت بگی نه. یعنی یه بار بگی من سیاه بشم، اب نه سیاه هم نیست، چون نه گفتم برای یه جایی نیومدن خیلی سیاه نیست. نه سیاه تو طیف ذهن اون. آره در کل که سیاه نیست، از دید اخلاق من کاری گوشش که نزدی. خب فقط یه جایی می‌خواستم برام گفتی نه. اما یه شوک میده دیگه وقتی ما میگیم سیاه، طرف میگه من شروع کنم دیگه به چک و لغت زدن. خب آره، ولی این که ازت همیشه انتظار شه یک بار با جرأت بگو نه، بعد یواش یواش میشه 2 بار، بعد 3 بار، آروم آروم سیستم اعصاب این تو رو دیگه توسی میبینه. تو ممکنه بگی آره، ممکنه بگی نه، میره توی عدم قطعیت. حالا آره گفتنات شادی آور میشه دیگه. اوکی پس من یه دو توضیح بدم به من. یعنی اون دوپامین، منبع دوپامین که نده، ما منبع دوپامین بخوایم اسمشو بذاریم، ولی حالا چیزی که رایج شده به نام منبع دوپامین، اینجا تحریک پذیرتر جهت ترشح میشه. آفرین. البته من این که دارم میگم منبع دوپامین، دوستان بدون فکر نکنم من یه چیز کلی دارم میگم. من رشتم ژنتیک مولکولی بوده، نوروساینس رو خوندم، جین اکسپرشن رو درک میکنم، اینکه چگونه مسیر سیگنالینگش هم میتونم توضیح بدم براتون که تا سطح دی ان ای چه اتفاقی میفته که این بیان دوپامین صورت میگیره و چه اتفاقایی میفته که این آستانه ها چجوری تعیین میشه. ولی نمیخوایم تو اینجا این شکلی بحث بکنیم، یه چیز کلی میگیم به نام منبع دوپامین. برای اینکه درک بکنید اینه که این چون براش عادی شده تو اون سطح دیگه دوپامین ترشح نمیکنه، ولی وقتی من اینو بکشم تو محدوده توسی و خاکستری، چون فاصله میفته مثل یه روکش فنره،
بنابراین یه دفعه یه حرکت خوبه شما میتونه یه تضاد ایجاد کنه، کنترست میبینه طرف. خب کنترست با نها میبینه و فاصله این کنترست میشه چی فارسیش هم میشه همین تضاد. آره متضاد این فاصله باعث ایجاد یک ترشح دوپامین میشه. قبلا با چی مقایست کنه؟ تو همیشه آره خب انتظارم رو آره میخوای خوشحال شه میبریم فلان جا آره خب چی چرا باید خوشحال شه وقتی تو همونجا وایسادی؟ ماها کلا زندگیمون تو کنتراسته. دریافتمون از جهان همینه، درکمون از گرمی و سردی همینه، از دیدن رنگ ها همینه. جهان بر پایه این کنتراسته. خب پس من باید اینو به یه طیفی بکشمش. بعد اینجا اگر گفتم آره انتظار نداشتم بگی آره چقدر خوشحال شدم تو اینجا. تازه اگه هی ببریش به سمت اون ور نمودار که همیشه بگی نه 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 نه، یه بار بگی آره ببین دیگه چی اصلا دیگه دوپامین میپاشه. آفرین. حالا من بخوام ساده سازی کنم، ببین مثلا من ممکنه با یکی تو بحث ارتباطات و اینا با یه آدمی وارد ارتباط بشم یا یه آدم خفه چون یه اینفلوئنسر اینستاگرامه، خب با هم دیتا رد و بدل کنیم. اوایل دارم یه مثال خیلی مسخره میزنم که جا بیفته مطلبو، یعنی شاید اینجوری نباشه. اوایل مثلا ما میریم کافه، من میخوام حال بدم همینجوری هر دفعه پول کافه رو میدم مثلا، توی مثال مسخره. این دیگه عادت میکنه و دیگه دنگ نمیده مثلا. خب و این دیگه خوب شدن من تو اون بوده دیگه، خوب سفید شدن من تو حساب کردنه، چون هر کدوم اینا بخشای مختلف داره. بازم بس به این داره که طرف چقدر تفکر نقاد داره تو رو تو یک کاست نکنه. اون مثلا من تو اینی که داره میگه تو این قسمت هنوز نتونستم توصیشم خودم. تو این بخش نتونستم. این جالب. اینم میرسیم. من میخوام باید خلاصه سازی کنم. پس این آدم مثلا پول کافه شد، این دفعه شد. من خب استراتژی این بوده خب با این خوب شروع کردم دیگه، حالا اخلاقی فلان حساب کردن فلان. خب من بعد پس حاضر باشم با این یه بار تا ته سیاهی برم. انگار راهی نیست که من آروم آروم خاکسترشم تا ته سیاهی. شدم پول کافه ندادن است یا فقط دنگ خودمو دادن است. دو استراتژی داریم، یا اصلا ندی بذارین حساب کنه یا صرفا دنگ خودتو بدی، یعنی اونقدرم پرت نشی. درسته؟ بعد حاضر باشم تا سیاهی برم، بعد آروم آروم دفعه بعد بالانس کنم، حالا 2 دفعه بدم اثر 3 دفعه، بعد کم کم بالانس کنم که تو این زمینه بشم اون خاکستریه. یه راهکاره دیگه. یه راهکار نمیگم درست ولی یه راهکار میتونه این باشه. بهش فکر کنید. نمیدونم خودمم. ولی من چون تو این قضیه هنوز به عذاب نیافتادم بخوام مثلا این کارو انجام بدم. مثلا من هنوز یادم نمیاد که با دوستی، خانواده‌ای، فک و فامیلی، با هیچ موجود زنده‌ای تا حالا جایی رفته باشیم مسافرت و اینا کسی دست تو جیبش کرده باشه. این عادت بچگی دارم من. میدونی همیشه برام این چیزای دیگه‌تون رو پوشش میده. اگه اون فرد روبروی تفکر و نقادش ضعیف‌تر باشه که مثلا متوجه نشه جدا کنه رفتارهای بد شما رو هر جای داشته باشید، این حساب کردنه به نظرم یه ذره میاره سفید میکنه. درسته؟ نمیدونم اینو نمیدونم، ولی میخوام بگم تا حالا از این احساس بدی بهم دست نداده که ای بابا چرا اینجوریه، چرا همش من پس که بخوام اصلاحش کنم الان یه راهکاری بدم. تو این نه. اما تو زمینه‌های دیگه اینجوری بوده که مثلا من خب یه به خصوص مثلا شما تو زندگی مشترک چه زن به مرد چه مرد بزن، وقتی که میبینی که مثلا دورانی که من با خانمم دوست بودم و در واقع حالا هنوز نامزدم حتی نبودیم، اون موقع از شما انتظاری نداره به عنوان یه پسر غریبه که کاری براش بکنی. شما نگاه میکنی مثلا میبینی که یه دونه عطر براش میگیری، میزان شادی اصلا تعجب آوری مثلا داشت. خب بعد یه کار خیلی کوچیک مثلا چیز خیلی معمولی میده، خیلی این آدمو شاد میکنه. ولی شما بعد از زندگی میبینی که خب مثلا یه دفعه براش یه بی ام و میخری، خب شاد میشه اوکی، اما یه دفعه از یه جایی به بعد شما میبینی که دیگه اصلا همه چی فقط در حد مثلا ممنون مرسی، یه کادو مثلا خیلی عطر گرون میخری ممنون لطف کردی شاد نمیکنه دیگه. پس تازه حالا اینو بهتون بگم، تازه اینجا رو بهتون بگم، توی مناسبت هایی که حالا شما شاید به ذهن خودت اینه که الان تولدشه، خب مثلا 5 روز پیش یه ماشین براش خریدم دیگه. حالا نگفتم این برای تولدته، 20 روز پیش اومدم یه ماشین خریدم، خب 20 روز بعد تولدشه، اون تو تولد انتظار داره تو چیزی بگیری، ولی تو ذهنت میگی خب دیگه یه ماشین گرفتم دیگه، بنزه 1000 تا عطره، اگه من این ماشین رو مثلا میکردم 1000 تا اودکلون میتونستم تا آخر عمر به این در تمام مناسبت اودکلون بدم. خب مثلا 5 میلیارد قسمت ماشین، قیمت ماشین دیگه. ذهن اینو نمیفهمه، منطق اینو میفهمه. رو ریاضیات وقتی میخوای کار کنی مثلا میگه خب 5 میلیارد تومان خب یک ماشین، اینو تقسیمش کنم مثلا به عطرای 20 میلیون تومانی، ببین چند تا میشه. همیشه میتونه تو هر مراسمی شما عطر بدی و شادی. میگه خب پس من یه بار اینو بدم. اگر منطقی وجود داشت، منطق عقلانی برای مغز وجود داشت، احساسی نبود این شکلی و شناخت، این بود که خب این بعد شادی میموند تاثیرش.
اما شما میبینی که یک ماه قبل 20 روز قبل اومدی مثلا یه ماشین خریدی، حالا روز تولد یا یادت رفته یا اینکه به حساب اون گذاشتی دیگه، یا یه چیزی در اندازه اون نگرفتی. مثلا چی بهتون بگم، یه دفعه یه کادو در حد 5 میلیون گرفتی، درست، میبینی خوشحال نیست، ناراحته. من با خانومم این قضیه پیش اومده که مثلا یک ماه پیشش یه ماشین خریدم، روز تولدش یه کادو در حد 5 میلیون دادم، ناراحت بوده، حق داشته، ناراحت بوده. من چرا ذهنی رو میگه روزی که غیر تولد رود ماشین داد دیگه، تولد باید مثلا هلیکوپتر بده دیگه. خب یه از اون بالاتری باید، یه چیزی از اون بالاتر باید بده. تازه تو نیومدی سیاه شیا، میخوام بگم مغز اینجوری میشه، تو سفید بودی، سفید بیشتر انتظار داره، سفید بیشتر انتظار داره. آفرین. بعد یه ذره تو سفیدیت به رنگ شیری میزنه، این پرتاب میشه تو سیاهی. تازه نیومدی کار چیزی بکنی، بازم کادو خریدی، بازم 5 میلیون تومان قیمتش بوده. و شما اینو متوجه و من اینو امروز فهمیدم بعد از 2 سال. خودش هم احتمالاً بشینه گوش کنه پادکست رو. من خیلی ترسی هم این چیزا ندارم. اتفاقا خود اینم جزو همون رنگ‌آمیزی توسیمه الان. خب که خانمم بشنوه که بگه این فرموله، میگم اینو دیگه فرمولم اینه دیگه. خب چرا؟ خب امروز من اومدم یه کار دیگه ای میکنم، مثل قبل عمل نمیکنم. مناسبت‌ها رو نگاه میکنم، مثلا خب روز مادر داریم، روز مثلا زن داریم، تولد داریم، اینا هر چند تا 4 تاست. خب توی این 4 تا سعی میکنم اون روز که انتظار بالا وجود داره اون نهایت کاری که میتونم و تو اون روز انجام بدم. اما تو روزای لابلاش دیگه این خبرها نیست. ایشون هم باید با من این کارو کنه. اینو می‌خواستم سوال بعدیم همین بود. ایشون هم باید، منم یه مغز دارم. منم یه دفعه از زنی که آقا صبح تا شب خوبه، صبح تا شب به زیباییاش میره، صبح تا شب به من محبت میکنه، قربون صدقه من میره، صبح تا شب همه چیز سر جاشه، ممکنه عادی بشه برام. یه دفعه یه حرکت چیز ببینم بره بیفته اون بره طیف. اونم نمیدونم چه، من که نمیتونم به اون پیشنهاد بدم باید چیکار کنه. باید این کش و قوسه همیشه وجود داشته باشه تا منم یه همچین احساسی رو داشته باشم. یعنی حالا توی یه رابطه عاطفی، حتی من که میگم من نوعی رو میگم. آره. من خودم اتفاقا یه چیزی بهتون بگم، به دلیل اینکه بسیار روی ذهنم تو این قضیه مسلطم، اصلا دوچار این قضیه نمیشم. یعنی اگه سفید بشه امکان نداره من، چون میدونم من هر بار در حال مقایسه‌ام، میتونست اینطوری باشه، میتوانست اینطوری باشه. شما مغز متفاوته دیگه. ولی من من چون اینا رو برای خودم ساختم، خب اجازه نمیدم این تو این تله بیفتم، اما قرار نیست همه اینطوری باشه. آره اصلا این مفهومی که سرش کلا صحبت کردید تو این یه مدتی که من تلسیم، یکی از بزرگترین چیزایی بود ازتون یاد گرفتم. یعنی شاید بگم مثلا تو این یه سال خورده اخیر مثلا جزو 3 تا چیز برتری بود یاد گرفتم ازتون. خیلی چیز جالبه، یعنی انگار حالا تجربی هر چیزی که هست، انگار دلیل خیلی از چیزا واسه من توضیح داره میشه با این قضیه. و نکته حالا چرا میگه تجربیه یا علم پشتشه؟ هممون به صورت تجربی به اینا میرسیم، فقط انگار منتظم یکی تاییدش کنه چرا اینجوریه. الان اکثر کسایی که اینو گوش میکنن میگن آره شاید ما علم پشتشو نمیدونیم یا نمیدونیم، ولی خودمون به این رسیده بودیم. من به خانواده‌ام توضیح دادم اینو ساده، این دقیقاً همینه. هم انگار آفرین یه این همونی انگار توی همه وجود داره که من انگار اینو میدونستم واقعا داره. خب منم مثل همه به این تجربیات رسیده بودم، اما وقتی شروع کردم به خوندن علوم شناختی، بحث حساسیت مغز، بحث آستانه ها، بحث تحریک پذیری مغز، شبکه اعصاب، تونستم یه منطق علمی تری پشت قضیه بذارم و با دل و جرأت بیشتری به این قضیه ایمان بیارم که آقا همچین چیزی وجود داره، ما باید یه همچین در واقع متدی رو پیش بگیریم تو زندگیمون بریم که حالا که رفتارهای ما بتونه اطرافیانمون رو اونجوری که دلمون میخواد کنترل بکنه، نه که ما اونا رو کنترل بکنیم، ما رفتارمون تحت کنترل باشه. حتی به اونا هم پیشنهاد بدید، حرف قشنگی زدید. گفته آقا شما مثلا توی رابطه عاطفی که هم کسی دارم، آقا تو هم با من هم اینجوری سعی کن اینجوری برخورد کنی. حالا من امیدی که هنوز انقدر رو مغزم مسلط نشدم، یعنی باید یاد بگیریم اینجوری برخورد کنه. ای خیلی خوب باشی من ممکنه دلم زده شه، مثلا من دیگه کجا احساس دوپامین کنم، میدونی وقتی تو ته خوبی رو داری میذاری باید یه بازی بکنی. الان من شاید به این قضیه مسلط باشم، مثلا بتونم کنترل رو به دست بگیرم کلا، میدونی، ولی اون دیگه بی معنی میشه. شخص روبرو برام بی معنی میشه وقتی من کامل کنترل دستم باشه، چون کانتراست نیست. من دیگه میدونم بازی چیه، که اونم باید بدونه بازی چیه که من بتونم حفظ کنم یه رابطه رو. دقیقاً. پس بنابراین همین الان بچه من الان منو تو داریم صحبت میکنیم پایین میره در انتظار چیه؟ پول کی به حسابت میاد که من برم 3 روز شد انتظار یه کفش براش 3 روز شد. من بازم نمیکنم این کارو. 2-3 روز دیگه بهش میگم اومد، یهو اینا جا میپره، میگم پاشو بریم. و این خاطره یه خرید کفش پاتیناژ برای همیشه تو ذهن این بچه میمونه که
چه خوب شد همچین اتفاقی افتاد و به این میتونست نیفته، میتونست براش یه چیزایی ساختم. مثلا میگه خب اون کیه که میخواد این پولو به حسابت بزنه؟ میگم از یکی پول طلبکارم. بعد تازه از دیروز حالا چند تا درس من به این دادم بچه 6 ساله. خب چون هی میاد سوال میکنه دیگه، براش عجیبه، تا حالا همین سوال پیش نمیاد. هی گفت من اینو میخوام، هی کارت کشیده بودیم برای من، کارتمو رفته کیفم آورده، میگه مگه تو این پول نیست؟ میگم ببین الان بذار توضیح بدم این چجوری توش پول میریزن اینو مردم. تو باید یه کاری برای یه مردم انجام بدی، به ازای خدماتی که میکنی پول برات میریزن. بعد خوش گفت آها پس ما هم اینو میکشیم اسباب بازی به ما میده. گفتم آفرین، این میره تو کارت اون. پولو که میدی اون به تو اسباب بازی میده دیگه، چون به تو اسباب بازی داده تو این پولو کردی تو کارت اونم میره برای بچهش گوشت میخره، یه کار دیگه میکنه، غذا میخره، خونه میخره یا اصلا هر چیزی. پس این پولایی که تو این کارت میاد الکی نمیاد، ما باید کار کنیم. از دیروز منو شروع کرده سوال پیچ کردن، میگه آها پس تو میری شروع میکنه جلو اون تلویزیون درس میدی و اینا، به واسطه اونا این پولا میاد. گفتم یکیش اینه. دیدی من میرم ژنتیک درس میدم به بچه‌ها، میگم رفتم دانشگاه درس دادم، اینا شاگردان فیلماشو بهت نشون میدم. اونا اومدن به خاطر اینکه من بهشون ژنتیک درس میدم تو این کارت من پول ریختن. تازه مفاهیم رو داره میفهمه. خب اومده میگه که پس از این به بعد خواستی که درس بدی یا چیزی، ما تو خونه بودیم آنلاین خواستی درس بدی، من مینل رو ساکت میکنم. اوه چه جالب. آره خودش رسید به اینا، دیدم چقدر قشنگ. گفت من مینل رو ساکت میکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه سر صدا نکنه کلاست خراب شه، چون بعد پول تو اون کارت بیاد که ما بالا. ببین بچه رو متا شناخت میرسه. خب بعد برام جالب بود. گفتم آفرین آفرین. بعد حالا یه نکته قشنگ‌تر بگم، داشت به خواهرش درس میداد، من شنیدم. میگم میدونی این کارتا پولا چجوری میاد؟ خب مامان وقتی که میره مریض ویزیت میکنه، مریضاش پیشش میان، اونا وقتی که بهشون ویزیت میده براش پول میریزن. واسه اینه که وقتی میریم میگی تو بستنی میخوام تو پاساژ، مامان برات کارت میکشه، به خاطر اینکه از اونجا اومده داره اینا رو میفهمه. حالا یه چیزی بعد اومده من میگه که این پوله چرا تو کارتت نمیاد؟ میگم اونی که براشون کارا رو انجام داده بودم پول منو نمیزنه. میگه چرا نمیزنه؟ میگه کارو براش انجام ندادی. میگم ببین بابا بعضیا بدقولن، باید یاد بگیری. ممکنه برای بعضی این کار انجام میدی بعد اینو درک نمیکرد. میگه یعنی چه بدقولم؟ مگه تو براش کار انجام ندادی؟ میگم آره، ولی یاد بگیر بعضی از آدما به واسطه کاری که براشون انجام میدی پول به حسابت نمیزنن. خب بعد هی میره چپ میره راست میگه بدقوله پولو زد یا نزد؟ میگم نه هنوز نزده. آره خب پس ببین شما در دل اینها میتونه خیلی درس ها باشه. آره در دل این که تو این کنتراست رو بخوای ایجاد کنی و عدم قطعیت دنیا هم در کنارش نشون بدی. آره. اینا رو هم طرف میفهمه، یعنی میتونه داشته باشه این خوبی‌ها رو. بازم پیشنهاد شاید نمی‌کنیم خب، ولی اینا هم هست. اینجا خودش به وجود اومد. مثلا نمیدونستم که قراره این سوال پیچی، هی سوال بپرسه هی سوال بپرسه. الان توی شرایط عدم قطعیتی که میگه خدا کنه یارو پولو بزنه برات، خدا کنه یارو اصلا پولو بزنه، اصلا ولش کن کفشو، پولو بزنه کنار. آره پوله رو بزنه که اصلا به کار دیگه هم بتونه برسیم.